تا حالا شده یه لحظه وایسی وسط شلوغی زندگی و از خودت بپرسی من دارم دقیقاً چی کار میکنم؟ این الان اون زندگی بود که من میخواستم یا فقط دارم توی دنیای از پیش ساخته شده دست و پا میزنم؟ این سوالا ساده‌ان، ولی اگه جرأت کنی و عمیق بهشون فکر کنی میفهمی ما توی ماتریکس خیلی خاصی گیر افتادیم. نه ماتریکس فیلم با اون همه کابل و ماشینای عجیب و غریب و اینها، نه، یه ماتریکس نامرئی که نرم و آروم از لحظه‌ای که چشم باز کردیم دورمون ساخته شده. ماتریکسی که از باورهای تحمیل شده، عادتهای ناآگاهانه، ترسای مصنوعی و قوانین نوشته‌ای که اصلا یه جورایی برای ما انگار نانوشته میمونه. ولی همه ما موندیم که این داستان دقیقاً چیه. فرض کن توی قفسی، ولی این قفس طلاکاری کردنش. قفسی که توش راحتی، یا غذا هست، سرگرمی هست. پس چرا باید شاکی بشی؟ چرا باید بپرسی من چرا توی قفسم؟ چرا هر روز 8 ساعت از وقت تو میفروشی برای اینکه کاری انجام بدی که اصلا دوستش نداری؟ خیلی عجیبه. ببینید یه لحظه به اینا باید دونه دونهش فکر بکنیم. من چرا توی قفسم؟ چرا باید وقتمو هر روز 8 ساعت برای کاری بذارم که دوستش ندارم؟ یا چرا وقتی که یه گوشی یا یه ماشین جدید میبینم حسرت میخورم و فکر میکنم اگه اونو داشته باشم خوشحال تر میشم؟ چرا آخر هفته خستم و میخوام فقط از زندگی فرار کنم؟ یه سری همچین حسهایی آدم متوجه یه سری مسائل خیلی خاص میکنه. آدم متوجه یه چیزایی میکنه داخل زندگی که یه چیزی این وسط درست نیست. جواب ساده است. ماتریکس نمیخواد بفهمی که ما تو قفسیم، ولی ما بر اساس روحیه و اون آزاد بودنمون داریم حس میکنیم که واقعا ما خارج قفس داریم زندگی میکنیم، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. یه چیزی این وسط داره میلنگه. ما داخل یه چیز خیلی گل و بلبلیم، ولی انگار راضی نیستیم. همه چیز انگار روتینه و ما داریم ناخودآگاه اون کارا رو دونه دونه انجام میدیم، ولی باز انگار راضی نیستیم از این زندگی که داریم. ماتریکس انگار نمیخواد تو سوال بپرسی که راه فرار چیه. میدونی چرا؟ چون آدمی که همچی چیزی رو میپرسه آدم خطرناکیه. یادت تو فیلم وقتی طرف تو فیلم ماتریکس وقتی که قرص قرمز خورد چی شد؟ یه لحظه همه چی به هم ریخت چون داشت حقیقت رو میدید. حالا سوال اینجاست که تو هم اگه جرأت کنی سوال بپرسی، کم کم انگار میبینی زنجیرهایی که کل عمر دور دست و پات پیچیده بودن جلوت آروم آروم ظاهر میشن. آروم آروم میفهمی یه سری کارهایی که داری روزمره انجام میدی انگار همه چیز از قبل برنامه ریزی شده است. اینجوری بگم خیلی قشنگ‌تره. انگار همه چی از قبل یه جور برات چیدن. انگار یک دنیای برنامه ریزی شده پشت همه این چیزهایی که داری میبینی وجود داره. همه چی انگار از بچگی ما شروع میشه. بچه خوب باید نمره خوب بگیره، اگه دانشگاه نره هیچی نمیشه. کار خوب یعنی حقوقت ثابت داشته باشی، دفتر شیک داشته باشی، خونه بخری، ازدواج کنی، بچه دار بشی، بعدش هم زندگی تموم. تا به خودت بیای میبینی داری مسیر رو میری که هیچ ربطی به رویاها و خواسته های واقعیت نباشته، اصلا نداشته. چرا؟ چون توی ماتریکس تصمیم‌ها مال تو نیستن. تو فقط طبق یه برنامه از قبل نوشته شده باید بری جلو. همه جا این برنامه رو دارن بهت یاد میدن. مدرسه جایی که یاد میگیری مطیع باشی. تلویزیون و رسانه‌هایی که داری میبینی برات تعیین میکنن که چی باید بخری، چی باید بپوشی، چطور باید فکر کنی. جامعه هم که هر روز برات نسخه میپیچه که خوشبختی یعنی داشتن فلان چیز، رسیدن به فلان هدف و کلی کارهای دیگه. اگه بخوام بهت بگم خلاصه، تو 2 راه داری. میتونی قرص آبی رو بخوری و به همون زندگی تکراری و مطمئن برگردی، زندگی که هیچ دردسری توش نیست ولی هیچ جنگیدنی هم داخلش وجود نداره و هیچ رسیدن به رویا و آرزویی هم برات وجود نداره. یا قرص قرمز انتخاب کنی، حقیقت ببینی، دونه دونه اون زنجیرهایی که برات ساختن و تا الان ندیدیش جلوت ظاهر بشه و برای زندگی که مال خودت شروع کنی به جنگیدن. ببین زندگی واقعا آسون نیست. بیرون از ماتریکس پر از ناشناخته است، پر از دردسر، پر از حسای خیلی عجیب غریبه، ولی همونجا آزادیه. همونجا تازه احساس میکنی که واقعا من راضیم از اینکه اومدم، از اینکه هستم، از اینکه دارم زندگی میکنم.
اونجاست که تازه میفهمی الانه که فقط زنده ای و حالا واقعا داری زندگی میکنی.